خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم برنامه ورد باز میکنیم و زمانی که ما و شما برنامه ورد که باز کردیم به این شکل با ما یک لیست می با ما یک منیو باز میشه. باز انتخاب بکنین بلانک داکومنت و تا با ما یک داکومنت جدید شد مثلا ساخته شود و در قسمت تپ انزرت کلیک میکنیم و در قسمت پیکچر. امروز بخیر درسی که ما و شما شروع میکنیم چی از دیگه؟ پیکچر می باشه که توسط به پیکچر ما میتونیم یک تصویر در صفحه برنامه ورد میتونیم اضافه بکنیم. ببینین برنامه ورد ما یک برنامه نوشتاری هست، برنامه هست ما و شما میتونیم کتاب بسازیم، چپتر بسازیم بخواد و مجله بسازیم و بخاطر از این ساختار اینها 100% ما و شما ضرورت به یک تصویر پیدا میکنیم. ما به خاطر باز اضافه کردن یک تصویر بین شما از این پیکچر شما چی بکنین؟ استفاده بکنین. زمانی که در پیکچر شما کلیک کردین با شما ببینین سه جای یا سه لوکیشن مختلف پیشنهاد میکنه. میگه از کجا میخواین شما یک تصویر شما چی بکنین؟ اضافه بکنین. اولش نمیسته با نام دیس دیوایس هست. ما شما میتونیم از حافظه کامپیوتر میتونیم یک تصویر بگیریم در صفحه برنامه ورد میتونیم اضافه بکنیم. و دیگه شما با نام استوک ایمیجز استوک ایمیج و آنلاین پیکچر. این دو موضوعی است که به شکل آفلاین کار کردن نمیتونیم میره. باید ما و شما اینترنت داشته باشیم تا از ما و شما چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. استوک ایمیج خوبیش نمیست که زمانی که اینترنت داشته باشیم وقتی که بالا از این ما و شما کلیک بکنیم بخش ها را با ما پیشنهاد میکنم از کدام بخش شما میخواین که یک تصویر اضافه بکنین. بخش انیمال باشه، بخش نچر باشه، بخش ارت، بخشی که باشه فقط کلیک بکنین عکس ها انتخاب کنین در برنامه ورد اضافهش کنین. و آنلاین پیکچر مانند گوگل است. تصویر باید خودت سرچ بکنی، خودت باید نامش نوشته بکنی، باید پیکچر می بازو بگی چی کو مثلا اضافه کو. ولی ما فعلا اینترنت نداریم ولی میخوایم که از دیسک دیوایس میخوایم یک تصویر بگیریم چی بکنیم؟ ما اضافه بکنیم. فقط به شما بالای دیسک دیوایس شما کلیک بکنین به این شکل با ما یک لیست باز میشه، یک منیوگه که بسیار کوچک باز میشه. بین شما یک تصویر انتخاب بکنین که تصویر از کجا میخواین شما اضافه بکنین. خب ما تصویری که اضافه میکنم میگم در درایو ای هست در قسمت فوتو فوتوگرافیک مثلا میگم که این قسمت تصویر داریم، مثلا تصویرهای بسیار زیاد هست. هر کدام شنال میخواستین فقط انتخاب بکنین بعد از شما چی بگین انزرت بکنین و اونمون تصویر با ما در صفحه چی میشه با ما اضافه میشه. با اضافه کردن تصویر یک تب فرعی دیگه هم با ما چی میشه در این قسمت میایه با ما. و اگه این تصویر نمیخواستین پس بخاطر پاک کردن تصویر در کیبورد دلیت فشار بدین و تصویر پس دوباره چی میشه دیگه از بین میره. یا مثلا دوباره در قسمت کلیک میکنیم دوباره مثلا یک تصویر دیگر انتخاب میکنم، مثلا تصویر مثلا میگه اینی رو اضافه میکنیم انتخاب میکنیم بعد از چی میگه ما انزرت میگیم. و زمانی که تصویری که اضافه کردیم ببین تب فرعی که با ما میایه بخش اولی که ما و شما داریم به نام چی داریم؟ ما و شما ریموو بک‌گراند داریم که توسط به ریموو بک‌گراند چون که از نامش معلوم دار هست به خاطر حذف کردن یا به خاطر پاک کردن بک‌گراند تصویر استفاده میشه. شما هر وقت که میخواستین که بک‌گراند تصویر از بین ببرین بین شما از این ریموو بک‌گراند شما چی بکنین؟ استفاده بکنین. خب مثلا میخوام که این تصویر خود باقی بانه تصویرش و مثلا این بک‌گراند های شکست مثلا از بین بره. باز میایم بالای ریموو بک‌گراند کلیک میکنیم. زمانی که بالای ریموو بک‌گراند که ما شما کلیک کردیم اینی رنگ هایی که به رنگ گلابی به من ظاهر میشه به این معنی است که اینی قسمت ها از بین میره. اونو قسمت هایی که به شکل واضح به ما نشان داده میشه به این معنی است که اینی قسمت ها باقی میمونه. آیا شما اینمی شکل قبول دارین قبول ندارید؟ اگر اینمی شکل شما قبول داشتین خب این بالای کیپ چنج کلیک بکنید و اینمی شکلی رو به ما چی میکنه؟ تطبیق میسازه. اگر بازی شکل شما قبول نداشتین پس میخواستین حالت اول به خود بگیره باز بین بالای دیسکارد آل چنج شما چی بکنین؟ کلیک بکنین. ولی اگر میخواستین که بک‌گراند تصویر از بین ببرین ولی به این شکل باید ما و شما این قسمت های پایینش یا این قسمت که بالای سرش که هست ببین این قسمت ها از بین میره بازی تصویر به شکل غیر منظم نشان میده. قسمت هایی که باز میخواستین که از بین نره
باز بین از اینی مارک ایریاس تو کیپ استفاده بکنین. فقط مارک ایریاس تو کیپ اگه شما کلیک بکنین قسمت هایی که میخواستین از بین را فقط تکمه را بگیرین تا کش کنین شما را. به این شکل میگه این قسمت ها مثلا از بین نره، این قسمت ها میگه باقی بانه. ولی زمانی که ما اضافه کردیم ببینید این قسمت از پیش ما چی شده دوباره خراب شده. باز میخواستیم که این قسمت پس از بین بره، باز بگین که مارک ایریاس تو ریموو استفاده بکنین، یا پس بگید که این قسمت هاش میخوایم دیگه از بین بره. زمانی که شما به این شکل انتخاب کردین، بعد از اون مکمل که تکمیل شدی، پس میایم دوباره مارک میگیرم میگم این قسمت دیگه بگیم از بین نره دیگه. بعد از اون باز بگین که کیپ چنز. ببین کیپ چنز که گفتیم دیگه خود تصویر باقی ماند ولی بک‌گراند های چی شده دیگه مکمل از بین رفته. یعنی می وظیفه ریموو بک‌گراند اینمی هست، به خاطر پاک کردن بک‌گراند تصویر چی میشه استفاده میشه. و کنترل زد فشار میتونم پس بالای دیسکارد کلیک میکنم که به نخیر بک‌گراندش دوباره باقی باند. و دیگه داریم به نام کورکشنز داریم که توسط به کورکشنز با میتونیم روشنی تصویر میتونیم کم و یا زیاد بسازیم. اگر به خاطر مزی که مثلا شما میخواستین روشنی تصویر کم بسازین و میخواستین بیشتر بسازین از این استفاده بکنین. دیگه شما از به نام کلر است که به خاطر تبدیل ساختن رنگ تصویر چی میشه استفاده میشه. اینجا دیگه به هر شکل که شما انتخاب بکنید ببینید رنگ تصویر به اون شکل چی میشه بازی چنج میشه تبدیل میشه. آرتستیک افکتس است، افکت های مختلف داریم. هر قسم افکتی که شما در اینجا انتخاب بکنید ببینید تصویر با نمو افکت چی میشه بازی تبدیل میشه. هر کدامش فقط کلیک بکنیم بالای از او و اون شکل نقاشی وارد با خود چی میکنه میگیره. و ترانسپرنسی میتونیم ما و شما روشنی تصویر میتونیم ما و شما کم و یا چی بسازیم ما و شما ایرا زیاد بسازیم. حالا فعلا روشنی تصویر ما 100% است. اگر چقدر به طرف راست بریم تصویر انتخاب کنیم ببینیم نمود تصویر همونقدر خیره شده یا ضعیف شده میره با ما. فهمیده شد؟ و موضوع بعدی که ما و شما در این قسمت داریم موضوع دیگه ما به نام کمپرس پیکچر داریم ما و شما. و ببینید وقتی پوینتر که بالای بردین موضوع داریم به نام چی است؟ کمپرس پیکچر است که به خاطر از اینکه ما و شما بخوایم تصویر کمپرس بسازیم یا حجم تصویر یا وزن تصویر ما و شما اگر میخواستیم کم بسازیم از این کمپرس پیکچر ما و شما چی میکنیم استفاده میکنیم. ما و شما خود در قسمت ویندوز براتون گفته بودم که چه قسم حجم درایو ما و شما چی بکنیم کم بسازیم. ولی یکی از حجم یک تصویر با ما چی میکنه در برنامه ورد کم میسازه با ما. و طور مثال ببینیم ما براتون عملی کار بکنم میرم. اولا F12 را فشار میتونم میره سیو میسازیم در روی صفحه دسکتاپ با نام زنیمی نام میگم چی مثلا نی سیو شوه. و بعد از این من کلوز میسازم و زمانی که ما شما این داکومنت که ما شما سیو کردیم اینا به حساب این پوینتر بالا از ببریم باز براتون میگه که تقریبا چند ام بی است کی 2.22 چی است ام بی می باشه. و اینا من چی که ببینید شما اینا باز بکنید شما اینا شما زمانی که دوباره را باز کردین میخواستین وزن تصویر کم بسازین باز بین در قسمت کمپرس پیکچر شما کلیک بکنین. و زمانی که اینا بالا از ما شما کلیک کردین ببین چند گزینه را به ما پیشنهاد میکنه. اولا اینمیست که میگه تصویر با کدام حجم با کدام سایز تو میخوایی که وزن تصویر را میخوایی چی بکنی مثلا کم میخوایی بسازی. ببین تصویر ما چون که HD نیست HD در این قسمت مکمل یکی های کوالیتی که HD است دیگه هر دوش فعلا چی است غیر فعال است. وقتی از غیر فعال است که تصویری که ما شما در صفحه اضافه کردیم دیگه های کوالیتی نیست دیگه ولی کوالیتی بالا نداره. ولی اینی سایز ها را پیشنهاد کرده که یکی سایز پرینت است، سایز وب، سایز ایمیل است. ولی کمترین سایز چی داره در اینجا ایمیل داره. میگه با کدام سایز تو میخوای کم بسازی. و اگر متوجه شده باشین یک ماه پیش تقریبا یک ماه پیش بود که دولت هندوستان 1000 بورسیه را به افغانستان چی کرده بود اختصاص داده بودن و این قسم جور کرده بود که تمام اسنادایتان مثلا نقصتان بود تذکرهتان بود و دیپلمی که فارغ شده بود مثلا از مکتب یا از پانتون کسی که بازم ماستری پیشنهاد چی میکرد باید بازم اسناد چی می بود دیگه دیپلم مکتب چی می بود پانتون می بود. و اگر کسی که مثلا با لیسانس میخواست مثلا را خودت ثبت نام بکنه باید دیپلم مکتب می بود. باید به این خاطر گفته بود که تمام از یارا شما دیگه با یک ام بی فکر کنم یک ام بی بود تمامش با یک ام بی شما چی بکنین دیره آماده بسازین با ما بازرایی بکنین. از یک ام بی اگه زیاد می بود باز مسیج میداد که این فایل انتخاب نمیشه باید یک ام بی باشه. باز بخاطر از اینکه ما شما بخوایم که می وزن فایل ها را کم بسازیم اگر آینده که مثلا در اسکالرشیپ ها و
بعض از موضوعات دیگه اگر شما ثبت نام می‌کردین و شما بگه که وزن فایل های نقدر باشه، شما باید تمام تصویراتتون اول اضافه بکنید. باز از این طریق بین حجم تصویرتون چی بکنید، شما کم بسازین تا وزن فایل کم شود، تا بتونین که نمی مثلا در یک بخش شما بتونین راجستر بکنین خود. اینا باز کمترین سایز در اینجا دیگه سایز ایمیل داره در اینجا، فهمیدین؟ و باز ایمیل شما انتخاب بکنین. زمانی که انتخاب کردین باز اینجا دو آپشن دیگه داره با ما. اول سکن اینجا هست میگه که apply only to this picture. مقصدش میشه که من همزمان ما دو دانه تصویر اضافه کرده باشم. اگر اینی آپشن فعال باشه به این معنی است که فقط یک تصویره، فقط تصویری که انتخاب کردیم تنها این تصویر وزنش کم کو. و اگر غیر فعال باشه با دو تا یا سه تا تصویری که ما شما اضافه کرده باشیم همزمان دوش وزنش کم میکنه. باز خب فعلا ما شما دیگه یک دانه تصویر داریم ما. و دیگه شما میگه delete cropped areas of pictures. میگه قسمت دلیت شده تصویر میشه که ما شما توسط به کراپ قسمت‌های تصویر قطع کرده باشه. باز میگه قسمت‌هایی که مثلا قطع شده را آیا وزن از اون هم کم بسازه کم نسازه با ما. خب اینو که انتخاب کردین چک کنین اینا اوکی بگین اینا. طبعا که وزن تصویر کم شه کمک خود چی میکنه این از دست میده. اینا رو ببینید کلوز کنین شما. اینا سکن وقتی که پوینتر بالا از ببرین ببینید چند بوده باشه که رفرش بسازه میره. اینا رو پس راست کلیک کردن اینا رو ببین قسمت پراپرتیز برین شما. اینا ببینید سایز اصلیش اینا چند شده که تقریبا 450 کیبی شده. قبلا 2 چند ام بی بود و حالا اونو 400 چند کیبی شده. ببینید چقدر وزن تصویر چی کرده ما کم ساخته. بخاطر از اینمی بازی خوب است که از شما چی بکنین باز استفاده بکنین. و این موضوعی است که کمپرس است بخاطر کم ساختن یا وزن کم ساختن تصویر چی میشن یا استفاده میشن. و دیگه داریم در اینجا پایین از این موضوع دیگه که داریم چنج پیکچر است. چنج به این معنی است که نمی تصویر میتونیم با یک تصویر دیگه میتونیم چی بکنیم تغییر بدیم. فقط برین شما کلیک بکنین به مثلا میگم که نمی تصویر میگم و ما مثلا تغییرش بدیم. میگم نمی تصویر تغییر بخوره مثلا به طور مثال میگم که با یک تصویر دیگه مثلا درست است. و دیگه پس میایم دوباره کلیک میکنیم دیگه در اینجا موضوعات استوک است، آنلاین است، فرام آیکن است که ما شما تا تاپ انزرت ما شما آیکن تانوز نخوندیم ما. و دیگه بخشی که ما شما داریم یک موضوع دیگه هم از با نام فرام کلیبورد هست. مقصدش این است که اگر میخواستین یک تصویر به شکل کلیبورد میخواستین تغییر بدین از استفاده بکنین. مثلا چه قسم فکر میخوام مثلا من داکومنت جدید اضافه میکنم، میریم در قسمت پیکچر میریم یک تصویر اضافه میکنم در این قسمت، میریم در قسمت مکس مثلا در اینجا مثلا یک تصویر انتخاب میکنم مثلا به طور مثال میگیم اینی تصویر است اینا. و اینی تصویری که ما شما اضافه کردیم میریم در تب هم در قسمت کاپی کلیک میکنم تا از این تصویر ما شما چی بگیریم کاپی بگیریم. اینا در داکومنت دیگه میرم میگم که نمی تصویر با ما تغییر بده، اما با تصویر تغییر بده که به شکل چی باشه کلیبورد امور میگه که تصویرهایی که ما شما چی گرفته باشیم کاپی گرفته باشیم. هر تصویری که ما کاپی گرفته باشیم باز نمی تصویر فعلی را با ما تصویر چی میکنه با ما تغییرش میدهد. و رست پیکچر نمیست که تغییراتی که بالا یک تصویر ما شما میاریم مثلا اینا مثلا سایز کوچک و بزرگ میسازیم، روشنیش کم و زیاد میکنیم به این شکل. واسه رست پیکچر نمیست که پس تصویرها را پس با حالت اول چی میکنه برمیگردونه. یا مثلا ما شما مثلا تصویر از دیگه سایزهای اصلی و مثلا میشه تصویر ما HD باشه، میشه تصویر ما سایز کمتر داشته باشه. باز اینجا تکمه را کلیک بکنین باز نوشته است که خود رست پیکچر است و دیگه شما از برنامه چی است رست پیکچر ان سایز است. اینو که کلیک بکنین نظر با کیفیتش سایزش براتون چی میکنه پس به حالت اول برمیگردونه. و پیکچر فرمت است یا پیکچر استایل است که میتونیم با تصویرها استایل های مختلف هم میتونیم ما شما چی بکنیم میره اضافه بکنیم. هر استایلی که شما انتخاب میکردین بین اینجا رو چی بکنین شما انتخاب بکنید. فهمیدین؟ استایل های مختلف از دیگه نظر با دلخواهتون دیگه انتخابش بکنین. و زمانی که ما شما انتخاب کردیم این استایل ما گرفتم ببینید از خود یک چارچوکات داره طبعا. چارچوکاش به رنگ چیست فعلا سفید است. باز بیاین شما از پیکچر باردر به خاطر تغییر دادن از شما چی بکنین استفاده بکنین. مثلا ببین هر کدامش که من انتخاب کنم ببین چهار اطراف از این با مورنگ چی میشه بودی تغییر میخوره. فهمیدین؟ و اگه میخواستین این چارچوکات نداشته باشه خب باز بگین که نو اوتلاین و مور کلر رنگ های بیشتر است که میتونیم از رنگ های بیشتر ما شما چی بکنیم از این استفاده بکنیم. و دیگه بخش بعدی که ما شما در این قسمت داریم دیگه شما از به نام وتس چهار اطرافش میتونیم کم و زیاد بسازیم و دیگه شما بخوای شکل استروک به این شکل کار نمیکنه یا مثلا به این استایل باشه. سه کنین
یک باری را من رست میگم، باز بیاین اینجا استایل های اول استفاده بکنین. این استایل ها را باز بعد از او باز بیاین در این قسمت باز بگوین که به این استایل ها تغییر شود. فهمیده شد؟ باز دیگه شد ما و شما در قسمت شب کار میکنیم. و دیگه شما نمیست به نام پیکچر چی داریم ما و شما؟ افکت داریم، مثلا پرزنت است. پرزنت این شکل های آماده شده است که 4 اطراف تصویر به این شکل به ما چی میکنه اینا تبدیل میسازه. هر کدام شکل انتخاب کردین. و دیگه شما به نام چی است دیگه؟ شادو چی اضافه میکنه؟ سایه اضافه میکنه. به کدام شکل سایه که میخواستین به این اضافه بکنین. یا هم مثلا دوباره کلیک میکنم دیگه شما از ریفرکشن است. عکس انعکاس میده و طرف پایین کم انعکاس میدادین، اگر زیاد انعکاس میدادین به طرف پایین وار انتخاب بکنین. فهمیدین؟ و این ضعیف است، باز میتونین در این قسمت مثلا دیگراش انتخاب کنین. نه این قسمت هایشه. فهمیده شد؟ و دیگه شما اینمیست که پس دوباره کلیک میکنیم دیگه شما از گلو 4 اطراف تصویر به ما رنگ پاش میده. به کدام شکل که شما میخواستین به این انتخاب بکنین. و یا پس دوباره کلیک کرده دیگه شما با نام صاف چی داریم و شما صافه چی داریم. سکن صافه چی من پس تصویر رست میکنم. صافه چی است که 4 اطراف تصویر ما را به شکل صاف تبدیل میکنه. ببینید این شکله. این گویا فکر بکنین که مثلا این تصویر ما با خود صفحه یک جا هست. همون تا یک چیزا رو به ما چی میکنه اینا تبدیل میسازه. یا مثلا دوباره کلیک بکنین به ولس 4 اطراف تصویر این توش با برآمدگی به این شکل ها جور میکنه. ببین 4 اطراف تصویر متوجه باشین شما به هر شکل که میخواستین. درست است؟ و دیگه بخش آخری که داریم با شکل 3D چرخش میده و کدام شکل که میخواستین ببین شما دیگه تصویر به اون شکل چی بکنین شما انتخاب بکنین. و دیگه شما از پیکچر لیاوت است، میتونیم تصویر با این لیاوت ها میتونیم تغییر بدیم. خوبی از این لیاوت ها اینمیست که هم تصویر باشه و هم در پایین تصویر بتونیم که یا در بین تصویر بتونیم که ما شما یک متن نوشته بکنیم و کدام شکل که شما میخواستین باز بین انتخاب بکنین. نه ببین هم متن نوشته کرده میتونیم و هم چی باشه مثلا تصویر باشه. و ولی خود لیاوت کسی بود درس جداگانه ماست که ما و شما در قسمت اسمارت آرت میخوانیم بازی در ما و شما. درست است؟ و دیگه شما از برنامه آل تکست داریم که میتونیم درباره متن میتونیم یک معلومات کلی میتونیم نوشته بکنیم. اگر میخواستین درباره تصویری که شما اضافه کردین یک معلومات کلی باشه بین اضافه بکنین. مثلا من نوشته میکنم میگم که به طور مثال یک موضوع اتون تایپ کرده میره هر شکلی که میخواستین دیگه. بعد از این بین کلوز کنین. هر زمانی که میخواستین پس معلومات از این ببینین بالا از این کلیک بکنین شما. فهمیده شد؟ و دیگه شما اینمیست پوزیشن است. مثلا تصویر هست که مثلا من کم سایز از 4 اطراف از این میگیرم میره کوچک میسازم و اینی پوزیشن نمیمانم میده که موقع تصویر میتونیم ما شما تعیین بکنیم که در کدام قسمت صفحه چی بگیره مثلا قرار بگیره. آیا به طرف بالا باشه، بالا طرف چپ، بالا طرف مرکز، بالا طرف راست باشه یا مرکز طرف راست، مرکز باشه یا مرکز طرف چپ. همون تو پایین به این شکل ها میتونیم ما شما چی بکنیم انتخاب بکنیم میره. و دیگه شما از برنامه رپتکس داریم که موضوع خیلی مهم است. و رپتکس ما زمان کار میکنیم که باید ما و شما متن داشته باشیم. باز ما تعیین میکنیم توسط با رپتکس که زمانی که ما و شما تصویر که اضافه میکنیم در کدام قسمت متن قرار بگیره. سعی کنیم مثلا ما در قسمت کلیک میکنیم نوشته میکنیم مساویرند قوس باز مثلا 12 پاراگراف قوس بسته انتر و بعد از اون در قسمت دوباره آمده ببین تصویری که ما و شما اضافه کردیم به این شکل متن با چی گرفته مثلا قرار گرفته. ببین بخش اول که ما و شما در این قسمت داریم بخش هست به نام چی داریم ما و شما end line with text داریم. تصویری که شما اضافه میکنیم به این شکل اضافه میشه. end line with text به این معنی است میگه تا زمانی که اگر متن باشه تصویر میتونیم که از یک جا به جای دیگه ببریم. اگر زمانی که باز ما و شما متن نداشته باشیم تصویر از یک جا به جای دیگه انتقال داده نمیتونیم. سعی کنیم end line with text از دیگه سعی کنیم نه هر زمان که انتقالش میتونیم with text از دیگه با متن انتقال میکنه. پایین بریم این طرف هر طرفی که بریم سعی کنیم متن باشه انتقال میکنه. باز اگر متن نباشه سعی کنیم ببینید بالا متن نداریم ما انتقال میکنه. این باز کلان مشکل با ما پیش میاره بازی. اگر بخوایم که در این قسمت تصویر قرار بدیم نمیره دیگه. حالت نرمالش اینمی انتخاب است. فهمیدین؟ باز میتونید در اینجا بین شما شکل دیگر انتخاب بکنید به نام شکل اسکوئر هست. اسکوئر خوبیش اینمیست که 4 اطراف از این ببینید متن قرار میگیره و میتونیم بسیار با آسانی چی متن باشه و متن نباشه میتونیم از یک جا به جای دیگه چی بکنیم میره ما و شما انتقال بدیم. متوجه شدین دیگه؟ و دیگه شما اینمیست موضوع دیگه که داریم ما و شما با نام چی داریم ما و شما تایت داریم. تایت و تروکس بسیار تفاوت خیلی کم داره. چرا که متن بسیار اندک مثلا اگر دیگه را انتخاب کنیم ببین متن بسیار فاصله زیاد میگیرن. اگر با یار انتخاب بکنیم بسیار متن فاصله چی رو میگیرن و خود کم میگیرن. ولی تفاوت زیاد ندارن دو دانه. فهمیدین؟
و چیزی که تفاوت زیاد داره به نام تاپ اند باتم هست. زمان ایده که انتخاب بکنیم یعنی به این معنی است که هر جایی که تصویر انتقال میدادیم فقط پایین بالا متن قرار بگیره و یعنی که به طرف چپ راست تصویر متن قرار نگیره. و دیگه شما نمیست که موضوع دیگه داریم بیهایند تکست داریم. میگن این تصویری که ما شما انتخاب کردیم در عقب چی قرار بگیره؟ متن قرار بگیره. عقب باتن که کلیک کردین بیهایند تکست بین به هر اندازه که شما میخواستین این را بزرگ بسازین شما و اینا رو ببینین وقتی زمانی که بزرگ ساختی متن خوانده نمیشه. متوجه شدین؟ باز میتونین در قسمت ترانسپرنسی بین شما ضعیف بسازین تا متنی که در پیش روی از او هست شما مثلا او خوانده شود. فهمیدین؟ یا مثلا دوباره در قسمت میم کلیک میکنیم میگم نه in front of text تصویر میگم در پیش روی چی قرار بگیره؟ مثلا متن قرار بگیره. هر زمانی که اگر شما میخواستین که یک تصویر مثلا به طرف بالا یا به شکل از مثلا یک لوگو رو میخواستین استفاده بکنین باز خوب است که in front of text باشه. in front of text چی معناست؟ نه مشکل رو به متن پیش میاره نه به تصویر. میتونید یک کوچک بسازید به هر طرفی که شما خواسته باشین بدون از اینکه مشکل پیش بیاد میتونید شما چی بکنین؟ انتقال بدین. فهمیدین؟ و دیگه ای که بخش دیگه که ما شما داریم در اینجا بخش دیگه شما به نام چی است میگه edit wrap point داریم. edit wrap point خوبیش این است که به ما اجازه میده که خود ما تعیین بکنیم که تصویر به کدام شکل در صفحه قرار بگیره، متن در کجا قرار بگیره. سعی کنین زمانی که ما شما edit wrap point که ما کلیک میکنیم ببین چهار اطراف از این به شکل تکمه های سیاه میاد به ما. یعنی می تکمه های سیاه ما تعیین میکنیم که متن با چه فاصله بگیره. ببینید میگه از طرف راست میگه متن اینقدر فاصله بگیره. با کش کردن از این نقطه ها میتونیم که فاصله متن ما شما چی بکنیم؟ تعیین بسازیم. و هر اندازه که شما میخواستین به انتخاب بکنین دیگه. اینا سعی کنین بدون که کلیک کردین ببینید هر جایی که انتقال بدین دیگه متن همونقدر با چی میگیره؟ مثلا اسپیس میگیره. و دیگه شما نمیست موضوع دیگه که داریم ما شما میگه move with text. اگه این خو انتخاب است دیگه ببین هر حالتی که انتخاب بکنیم این انتخاب است. چرا؟ move with text است دیگه. با متن چی بکنه؟ انتقال کنه. ببین به طرف بالا کی میبرم به طرف بالا نمیره دیگه. فهمیدین؟ چون که ما شما بالا متن نداریم دیگه. باز اگر میخواستین که نه جایی که متن باشه و جایی که متن نباشه میخواستین تصویر انتقال بدین باز بگین که fix position on page انتخاب کنین. ببین دیگه جایی که ما شما اورجینال متن داشته باشه و نداشته باشین تصویر چی میکنه؟ انتقال میده. باز هم یک موضوع خیلی خوب است که جایی که متن باشه و نباشه باید تصویر چی بکنه؟ انتقال کنه. و دیگه شما نمیست که موضوع آخریشم به نام میگه که مور لیاوت آپشن است. موضوعاتی که در اینجا خواندیم در اینجا هم آمده. مثلا بیهایند تکست انتخاب بکنین بعد از شما اوکی بگین. ببین در عقب چی رفت؟ مثلا متن رفت. یا مثلا دوباره در اینجا کلیک میکنم میگم نه خیر نه به این شکل نباشه میگم با شکل از اینی باشه نه تاپ اند باتم یعنی به طرف پایین بالا متن چی بگیره؟ قرار بگیره. ولی همیشه شما تصویری که اضافه میکنین اینی انتخاب است. حالت نرمالش اینی انتخاب است. با شما در این حالت شما میگم میخواستین که براتون مشکل پیش نبره باز بین شما یا اسکوئر انتخاب بکنین یا in front of text انتخاب بکنین. in front of text زمان انتخاب میکنیم که ما و شما بخوایم تصویر به خاطر لوگو استفاده بکنیم. به خاطر از اینکه مثلا اگه باشه بخوایم که در صفحه باشه باز in front of text باز متن ما از بین میبره. باز بین شما از این اسکوئر شما چی بکنین؟ باز استفاده کنین. اینا ما چی میگم سعی کنین. خب این تصویر پس پاک میکنم. در اینجا کرسر میمونیم ما میریم دوباره در تاپ انسرت میریم در قسمت پیکچر کلیک میکنم. مثلا میام در این قسمت مثلا یک تصویر دیگر انتخاب میکنیم. مثلا میگم که این تصویر باشه. ببینید این تصویر اضافه کردم و بعد از تصویری که اضافه کردیم اینا رو ما کوچک میکنم میسازم میره براتون فهمیده شده که تصویر ما کدام حالت به خود داره. ببین فعلا حالت چی رو به خود داره؟ in front of text به خود داره. نه ببین به طرف پیشروی متن است. ولی ما میتونیم تغییرشون بدیم. مثلا میگیم که تاپ اند باتم. ببینید که انتخاب کردین باز این آخر بگین ست از چی؟ دیفالت. یعنی که به این معنی است که این تصویر ما با شکل دائمی به این شکل قرار بگیره. اینا لیره که انتخاب کردین به این تصویر پاک کنین. دوباره مثلا تصویری که شما میخواین اضافه بکنین سعی کنین اینا همیشه دیگه تصویر ما به این شکل چی میگیره؟ قرار میگیره دیگه. ببینین اینا لیره ما کوچک میکنم که باز بیخی فهمیده شه با ما سیست دک اینا. ببینید هر جا که میبریم ما بالا طرف پایین بالا متن قرار نمیگیره میگیره دیگه. فهمیدین؟ این موضوعات لیاوت است که موضوع خیلی مهم است چی میکنم اما انجام میدن. و دیگه شما از برنامه برینگ فوروارد و سند بکوارد داریم. ما و شما مثلا این زمان استفاده میکنیم که متن کلش پاک میسازم. بعد از اون مثلا در این قسمت این تصویر قرار میدیم میریم در قسمت رفعانش میگیم fix position on page باشه. به این معنی است که جایی که متن باشه و نباشه تصویر چی بکنه؟ انتقال کنه. مثلا من این تصویر به این شکل تنظیم میسازم میگم به اینی چی باشه و رنگش هم با رنگ چی باشه؟ مثلا سرخ باشه.
کنترل رو بگیرین کش کنین تصویره تا از تصویر چی باشه مثلا کاپیز باشه میگم تصویر مثلا میگم که بینی چی باشه از این دوباره باز هم کاپی میگیریم ما و شما به این شکل تبدیلش میکنیم. اینا ببینید سعی کنین ما و شما تصویرها اضافه کردیم ما و شما ببینید تصویری که در عقب هست تصویر رنگ چی در عقب است مثلا فعلا سرخ است. باز اگه میخواستیم که این تصویر به طرف پیشروی قرار بدیم باز ببین شما از برینگ فاروارد شما چی بکنید دیگه استفاده بکنید. برینگ فاروارد با کلیک کردن با هر بار که بالا از ما شما کلیک بکنیم تصویر یک دانه به طرف چی قرار میته و ما پیشروی میره و اصلا باکوارد که با کلیک کردن پس تصویر دوباره به طرف چی میبره و ما عقب میبرد. و برینگ فاروارد که است برینگ ان فرانت که است یعنی که پیشروی تصویر اگه دادن تصویر باشه یک دفعه به طرف چی بریشه پیشروی قرارش میته به این شکل. با سند تو بک است پس تصویر دوباره پس به طرف چی میبره عقب میبرد. و دیگه شما اینجا اگر انتخاب بکنم send behind text بیشتر که ما شما را خواندیم دیگه در عقب چی قرار میته باز متن پس به طرف پیشروی متن میخواستین باشه باز بگین که bring of in front of text باشه. اینا هر حالتی که شما انتخاب میکردین بین انتخاب کنید. و سلکشن پن هم اینمیست که به ما نشان میده که ما و شما در برنامه ورد چند دانه تصویر اضافه کردیم. ببین وقت تمام شما نشان میده به ما اینا. و خوبی دیگه چی است همون تصویری که میخواستیم به طرف پیشروی به طرف عقب باشه میتونین همون تصویر رو انتخاب کنین به طرف عقب بره یا مثلا میگیم که نخواین پس به طرف پیشروی بیاید. از این جوانه که میتونیم کارها رو چی بکنیم ما انجام بدیم یا هایدش کنیم تمامش مثلا یا پس میتونیم کلش چی بکنیم ما و شما شو بکنیم. فقط یک تصویر هاید میکردین باز اینی سمبل و چشم کس که فعال است پس دوباره شما چی بکنین دیگه ایره غیر فعال بسازید. اینمی وظیفه سلکشن پن اینمی هست که میتونیم ما شما معلوم بکنیم که میشه که ما 5 صفحه 10 صفحه متن داشته باشیم که چند دانه تصویر اضافه کردیم این هم به ما نشان میده. فهمیده شد؟ و دیگه شما اینمیست به نام الاین داریم. الاین که جهت متن تعیین میکنه یا جهت از اینکه مثلا خب فعلا ما شما تصویر داریم جهت چی تعیین میکنه و ما تصویرها رو تعیین میکنه. مثلا به طور مثال سعی کنیم یعنی تصویرها رو ما اضافه کردم در صفحه و بعدش کنترل میگیرم یک کاپی دیگه هم باز میکنم از این تصویر بعدش میام همیشه همزمان انتخاب میکنم کنترل میگیریم به این شکل کلش انتخاب میکنیم. اینا رو میرم در قسمت الاین کلیک میکنم میگم الاین لفت. ببینید کدام تصویر به طرف چپ است او تصویر اولی که به طرف چپ است آیا این تصویر نیست هست دیگه. زمانی که الاین لفت که من کلیک میکنم باز تمام تصویرها به طرف تصویر طرف چپ میره که در اول هر کدومش قرار بگیره. فهمیدین؟ یا مثلا در قسمت میگه الاین چک کنیم میگه سنتر تمام تصویرها به کدام قسمت قرار بگیره مرکز قرار بگیره. یا میگم الاین رایت تمامش به طرف چی به راست بیاد. یا دیگه شما نمیست الاین تاپ است بلندترین تصویر ما رنگ چی است دیگه سرخ است به طرف کلش میگه به طرف چی بره بالا بره. یا مثلا میگم الاین میدل تمامش به طرف چی به مرکز بیاد. یا الاین باتم تمامش به طرف چی بره مثلا پایین برود. و دیگه شما نمیست میگه دیستریبیوت هورزونتالی تصویر از طرف چپ راست صفحه در مرکز قرار بگیره. سعی کنید که کلیک بکنید شما به این شکل ببینید این تصویرها ببینید شکل غیر منظم بود نه ولی کار میسازه که کلش به ما از طرف چپ راست به طرف چی قرار میتن مرکز باز از طرف پایین بالا میخواستید در مرکز قرار بگیره تمام تصویرها ایره انتخاب بکنید. ببینید تمام تصویرها رو به شکل بهتر جور نکرد و میره ترجمهش کرد. فهمیدین؟ و دیگه شما نمیست که با نام چی داریم شما میگه الاین چی است اینجا تو پیج هست. الاین تو پیج نمی خوبیش نمیست که وقت زمانی که ما شما انتخاب میکنیم باز میتونیم تصویر بسیار با آسانی سکنیم هیچ مشکل پیش نمیاد. را هم خوب است وقتی از اینکه شما اگر تصویر انتخاب میدادین این را هم انتخاب بکنین. و الاین تو مارجن به خاطر تصویرهای خوب است که میخواین در حاشیه قرار بگیره. فهمیدین؟ ولی این تو موضوع با ما قدر مهم در اینجا به حساب نمیاد چون که موضوع رپ تکست ما شما چی کردیم ما شما کار کردیم دیگه. و دیگه شما نمیست که میگه align selected object این زمانی به ما نشان میده که فعال است زمانی که ما شما چندین تصویر انتخاب بکنیم. چندین تصویر که انتخاب کنیم ما میگه شما همزمان چندین تصویر شما چی کردین سلکت کردین. و دیگه شما نمیست میگه use alignment guides است اگر اینمی فعال باشه با ما موقعیت تصویر نشان میده که در کدام قسمت صفحه قرار داره. ببینیم به طور مثال خوب ایره میم فعال میسازیم اینا زمانی که ما شما فعال بسازیم ببین تصویری که ما شما از یک جا به جای دیگه که انتقال میدیم ببینید میگه اینی خط که من با این معنی تصویر در کجا سونه در مرکز صفحه است. اگه مثلا به این طرف میبریم سکن میگه از این به بالا ببینید متوجه شدین خط اضافه میشه از اون به بالا میگه حاشیه صفحه است. ببینید نگه این طرف میاریم ما شما ببین هر جایی که ببریم بگه معلوم میکنه تصویر ما در کدام قسمت چی داره مثلا قرار داره. این خوب است که باشه فعال.
و دیگه شما این همیست ویو گرید لاینز هست. میگه آیا گراف صفحه را به ما نشان بده نشان نده. گراف صفحه یک موضوع بیخی جداگانه است. باز بخیر ما شما در تب ویو در این قسمت ما شما باز میخوانیم گراف صفحه را که باز بخاطر چی به درد ما میخوره باز براتون تشریح میکنم باز. فهمیدین؟ و در این قسمت آمده میگه در صفحه نشان بدهد یا نشان ندهد. و موضوع گرید لاین است. گرید لاین ما شما گفتیم که باز بخیر باز میخوانیم که یک موضوع کاملا چیز دیگه جداگانه می باشه. و دیگه هم گروپ است. گروپ همزمان چک کنید وقت زمانی که من انتقال میتونم ببین یک تصویر انتقال میکنه. زمانی که یک فرمت استفاده میکنم ببین بالا یک تطبیق میشه. اگر میخواستیم که چندین تصویر با هم یک جا بسازین اول کنترل بگیرین کل تصویرها رو انتخاب بکنین. در قسمت گروپ کلیک بکنین باز ببین تمام تصویرها رو با ما گروپ میسازد. گروپ باختر از این میسازه که ما شما اگر یک شکل کوچک میسازیم همش کوچک شود. اگر بالا یک شکل افکت استفاده میکردیم بالا همش افکت استفاده شود. به این خاطر ما شما چی میسازیم میده گروپ میسازیم. و پس اگر میخواستین از حالت گروپ بکشین پس در این قسمت آماده شما چی ببینید ان گروپ ببین. و دیگه هم روتیت است که میتونیم تصویرها رو ما شما چی بکنیم چرخش بدیم دیگه به هر شکلی که میخواستین بین انتخاب بکنین. و دیگه شما است یک موضوع دیگه که داریم کراپ داریم. ما در موبایل ها هم ما شما کراپ داریم نه. کراپ باختر چی بوده که قطع نمودن این تصویرها استفاده میشه. اگر میخواستین یک تصویر شما قطع بسازین یک قسمتش بین کراپ استفاده بکنین. ببین کراپ که من کلیک میکنم چهار اطراف از تکمه های سیاه میه. ببین میگم تکمه های سیاه که میگم از این طرف اینا قدر قطع شوه از این طرف اینا قدر میگم قطع شوه. ببین از طرف بالا هم به این شکل در بیرون کلیک بکنین همین قطع تصویر با ما چی میسازه قطع میسازه. یا مثلا دوباره در قسمت کلیک بکنیم میگه کراپ تو شپ تصویر میتونیم به این شکل ها میتونیم قطع بسازیم. ببینین نه هر شکل که ما کلیک بکنیم تصویر با نمو شکل چی میکنه با ما قطع میسازه. هر شکل که انتخاب بکنین دیگه با نمو شکل چی میشه دیگه این قطع میشه. امید داشتیم. و دیگه بخشی که ما شما داریم به نام اسپکت راتیو داریم با سایز های مختلف قطعش میکنه. مثلا میگم این تصویر میگم سایز 1:1 قطع بساز هم برش یک باشه و هم درازش یک باشه. یا مثلا میگم 2:1 باشه. به این شکل سایز های مختلف است که هر کدامش که انتخاب کردین با در بیرون کلیک کنین سایز با نمو سایز ما تصویر چی میکنه قطع میسازه. و دیگه بخش دیگه که ما شما داریم دوباره کلیک بکنین دیگه شما است به نام چی داریم ما شما زمانی که یک سایز برش که ما انتخاب میکنیم سعی کنین زمانی که یک سایز که با خاطر قطع کردن انتخاب میکنیم سعی کنین به این شکل قرار میگیره. ببینیم بازی‌ها مثلا یک قسمت مجبور هستیم که ما شما دیگه از بین ببریم نه با این خاطر با شما میتونید که بین باز بگیم فل یا مکمل تصویر در قسم به این شکل قرار بده با ما با نمو سایز یا فت باشه اینطور. فهمیده شد نه؟ یعنی سایز هاست که میتونیم تصویر ما و شما به این سایز ها میتونیم تنظیمش بکنیم. و موضوع دیگه شما است تصویر از طریق بر و از طریق درازی میتونیم تصویر کوچک یا چی بسازیم ما و شما بزرگ بسازیم. یعنی موضوع پیکچر بود که ما میتونیم به این شکل تصویرها را میتونیم ما و شما چی بکنیم دیگه استفاده بکنیم. فهمیده شد؟ هست مشکل سوال؟ و من الله توفیق.